به نام خدا، بنده جواد عمرانی هستم با آموزش امرجنسی شادون والو در خدمت شما دوستان عزیز هست. این والو ها با هوای ابزار دقیق و روغن کار میکنه. به این صورت هستش که هوای ابزار دقیق از این بالا وارد میشه، باعث میشه که پیستون رو هل بده، فنر رو جمع کنه و والو ما باز بشه و موقعی که این هوا تخلیه میشه باعث میشه که در واقع این والو ما بسته بشه. به همین صورت که توی صنعت هم مشاهده می‌کنین، هوای ابزار دقیق از اینجا وارد میشه، ابتدا میاد وارد یک ریگولاتور هوا میشه، اینجا هوا تنظیم میشه و از اینجا فرستاده میشه داخل و این پیستون رو هل میده و فنر رو جمع میکنه و باعث میشه که والو ما باز بشه. و این هم بخش اگزاست هست که هوا تخلیه میشه و باعث میشه که والو ما بسته بشه. این سولنوید والو دستورات رو از اتاق کنترل میگیره و اجرا میکنه و این کلیدی هم که اینجا هستش برای لاک کردن والو هست. و برای اینکه بفهمیم این والومون باز هست یا بسته، اینجا یه شاخص مکانیکی هست که اگر موازی با والومون باشه یعنی اینکه والومون باز هست. مرسی از توجهتون.